ای بنده ناشکر، ای بنده غافل از یاد الله، این گرده ای که در بدن تو است خون تو را در یک شبانه روز 36 بار فیلتر می کند، 36 بار تازه می کند. در یک شبانه روز 1800 لیتر خون تو به داخل این گرده ها می گذرد. آیا ماشین های تازه کنی را یگان بار دیده ای که در یک شبانه روز 36 بار شهر را تازه کنند؟ البته نه. به همین خاطر اگر گرده ها خوب کار نکنند تو در چه حالت گرفتار می شوی؟ تو باید بیمارخانه روی، بعد از هر 48 ساعت در زیر گرده صنعی قرار گیری تا اینکه خونت را پره بیرون برارند از بدن، تازه کنند، یعنی دیالیز کنند با واسطه جهازهای تازه کنی، و بعد در مدت 5-6 ساعت باز در بدنت می درارند و باز در مدت 48 ساعت خونت افلاس می شود. در یک هفته برای تو 16 ساعت لازم است تا این کار را همیشه تکرار